من نفهمیده بودم که پدر هستم. نسرین با مایا چرا تهمت کردی؟ من میخواهم تمام پسته های شما را خریداری کنم. همش. پسته ها را با نرخ گران خریداری کردی. چیکار میکنی؟ تجارت میکنی؟ تو که این را بسیار میخواهی همراه مادرت نشسته میخوری. کنده برخیز ای قدریه. هیچ کس دیگر طاقتی تو را انتظار شدن نداره. خیز. تو چه کار میکنی؟ دخترانم و پسرانم را گرفت از اینجا میروم. ابرو گفت که باید با تو صحبت کنم. میگوید من تو را آگاه کرده بودم که اگر مورم هم همچون مادری باران مردن میخواهم، اما تو گوش نکردی.